چگونه تغییر روایت داستان زندگیتان میتواند زندگی شما را عوض کند؟ اجرا شده توسط لوری گاتلیب. ترجمه شده به 25 زبان. بازدید شده توسط 5,870,000 نفر. ترجمه شده توسط محمود حائری. مرور شده توسط لیلا عطایی. گوینده حمید رضا فهیمی منش. این سخنرانی در 16 دقیقه اجرا شده است. داستان‌ها کمک می‌کنند تا معنای زندگی خود را درک کنید. اما وقتی این داستان‌ها ناقص یا گمراه کننده باشند، آنها به جای روشنگر بودن می‌توانند شما را به دام بیاندازند. لوری گاتلیب روانپزشک و ستون نویس در یک سخنرانی کاربردی نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید از دست قصه هایی که برای خودتان گفته اید با ویرایش آن توسط خودتان و بازنویسی از دیدگاه‌های مختلف خلاص شوید. می‌خواهم با صحبت کردن در مورد یک ایمیل شروع کنم که اخیراً با آن برخوردم. خب، من یک مجموعه ایمیل های دریافتی عجیب و غیرعادی دارم، چون من یک درمانگر هستم و در یک ستون مشاوره با نام درمانگر عزیز می نویسم. لذا حدس می زنید چه نوع مطالبی در آنجا پیدا می شود. یعنی من هزاران نامه کاملا شخصی از افراد ناشناس از سرتاسر دنیا را خواندم و این نامه ها از سرخوردگی عاطفی و باخت در زندگی تا مشاجره بین والدین و فرزندان را در بر می‌گیرد. من همه را در پوشه‌ای در لپتاپ نگه می‌دارم و نام آنها را مشکلات زندگی گذاشتم. حالا این ایمیل را دریافت کردم. ایمیل های زیادی مشابه آن به من می‌رسد و می‌خواهم شما را لحظه‌ای وارد دنیای خودم کنم و یکی از این نامه ها را بخوانم. متن نامه این چنین است: درمانگر عزیز، 10 سال است که ازدواج کرده ام و همه چیز تا چند سال قبل خوب بود، تا وقتی که میل شوهرم به برقراری رابطه جنسی کاهش یافت و اکنون به ندرت رابطه جنسی داریم. مطمئناً برای شما غیر منتظره بود. خنده حضار. خب، دیشب فهمیدم که در طی چند ماه گذشته وی مخفیانه تماس‌های تلفنی طولانی دیر وقت شب دارد با زنی در محل کارش. من در گوگل او را پیدا کردم. خیلی زیبا بود. این اتفاق را نمی‌توانستم بپذیرم. وقتی من نوجوان بودم، پدرم با یکی از همکارانش ارتباط داشت و این منجر به از هم پاشیدن خانواده ما شد. نیازی به گفتن نیست که من از این بابت آسیب دیدم. اگر این زندگی را ادامه دهم، هرگز نمیتوانم مجدداً به شوهرم اعتماد کنم. اما نمیخواهم بچه‌های ما متارکه را تجربه کنند. داشتن نامادری و غیره. چه باید بکنم؟ خب، شما فکر میکنید او چه باید بکند؟ اگر این نامه را دریافت میکردید، شاید فکر می‌کردید خیانت چقدر دردناک است. یا شاید فکر می‌کردید این وضعیت خاص چقدر دردناک است به خاطر تجربه اش در مورد پدرش در سالهای رشد و نوجوانی. و شاید مثل من با این زن احساس همدلی داشته باشید و شاید هم درگیر نوعی حس، چطور آن را بیان کنم، بگذارید فقط با احساسات نچندان مثبت به شوهر توصیف کنم. خب، اینها افکاری است که از ذهن من هم می‌گذرد وقتی این ایمیل های دریافتی را می‌خوانم. اما من در دادن پاسخ به این پیام ها باید خیلی مواظب باشم، چون می‌دانم که هر نامه‌ای که دریافت می‌کنم فقط داستانی است که توسط یک نویسنده مشخص نوشته شده و نسخه دیگری هم از این داستان وجود دارد. همیشه این گونه است و من این را می‌دانم، چون هر چیزی که به عنوان درمانگر یاد گرفته‌ام این است که
همه ما راویان غیرقابل اعتمادی از زندگی خودمان هستیم. من هستم، شما هستید و همینطور هر کسی را که میشناسید. چیزی که من احتمالاً به شما نباید بگویم، چون شما به صحبتهای من در تد اعتماد نخواهید کرد. ببینید، منظورم این نیست که ما عمدن فریب میدهیم. خیلی چیزهایی که مردم به من میگویند کاملا درست است، اما فقط از دیدگاه فعلی آنها. بسته به آنچه تأکید میکنند یا کم اهمیت جلوه میدهند، آنچه که بها میدهند یا رها میکنند، چیزی که میبینند و میخواهند من هم ببینم. آنها داستانهای خود را به روشی خاص میگویند. جروم برونر روانشناس این نکته را ظریف توصیف میکند. او میگوید گفتن یک داستان به صورت اجتناب ناپذیر یعنی یک موضع گیری اخلاقی. همه ما داستانهایی از زندگی خودمان داریم. چرا انتخابها انجام شد؟ چرا مسائل درست پیش نرفت؟ چرا ما با فلانی این گونه رفتار کردیم؟ زیرا حتما سزاوار آن بودند. چرا فلانی با ما اینجور برخورد کرد با آنکه یقیناً کاری با او نداشتیم؟ داستانها بیان درک و برداشتی است که ما از زندگی خود داریم. اما چه اتفاقی می‌افتد وقتی داستانهایی که ما میگوییم گمراه کننده یا ناقص یا اصلاً نادرست باشند؟ خب، به جای شفاف بودن در ارائه مطلب، داستانها ما را گیر می‌اندازند. فرض ما بر این است که شرایط ما داستان زندگی ما را می‌سازد. اما آنچه که من بارها در کارم مشاهده کردم این است که دقیقاً خلاف آن اتفاق می‌افتد. شیوهی که ما زندگی خود را بیان می‌کنیم زندگی ما را می‌سازد. این خطر داستان‌های ماست. چون می‌توانند زندگی ما را به هم بریزند. اما نشانه قدرتشان نیز هست. یعنی اگر که بتوانیم داستان‌های خود را تغییر دهیم، آنگاه می‌توانیم زندگی خود را نیز تغییر دهیم. و امروز می‌خواهم به شما نشان دهم که چگونه. خب، گفتم که من درمانگر هستم و من واقعاً خودم هستم. من قصه گوی غیر قابل اعتمادی نیستم. اما اگر من فرض کنیم در یک هواپیما نشستم و کسی میپرسد شغل من چیست، معمولاً میگویم ویراستارم. و این تا حدی درست است، چون اگر بگویم درمانگر هستم معمولاً پاسخ ناخوشایندی میگیرم، مثل اوه، یه درمانگر؟ آیا ممکن است من را روانکاوی کنید؟ و من فکر میکنم الف، نه، و ب، چرا اینجا این کار را انجام دهم؟ اگر میگفتم متخصص زنان هستم، آیا از من میخواستید یک آزمایش لگن به شما بدهم؟ خنده حضار. اما دلیل اصلی که میگویم ویراستارم این است که واقعیت دارد. شغل همه درمانگرها ایجاب میکند که به مردم برای ویرایش کمک کنند. اما چیزی که در مورد نقش خاص من در درمانگر عزیز جالب است این است که ویرایش را فقط برای یک نفر انجام نمی دهم. سعی می کنم به همه خوانندگان یاد دهم چگونه ویرایش کنند. هر هفته یک نامه به عنوان نمونه طرح می کنم. لذا در مورد چیزهایی می اندیشم مثل چه موردی غیر اساسی یا اتفاقی است. اگر حرکت شخصیت اصلی به سمت جلوست یا در دور باطل افتاده اند، آیا شخصیت‌های حامی اهمیت دارند یا عامل سردرگمی و حواس پرتی هستند؟ آیا رویدادهای مهم چیزی را آشکار می‌سازند؟ و چیزی را که متوجه شدم این است که داستان‌های اغلب مردم بیشتر حول دو موضوع کلیدی دور می‌زنند. اولی آزادی است و دومی تغییر. و وقتی من ویرایش می‌کنم، این مضامین است که من با آنها شروع می‌کنم. خب، بیایید برای چند لحظه به آزادی توجه کنیم.
داستان‌های ما در مورد آزادی به صورت زیر مطرح می شود. به طور کلی ما بر این باوریم که مقدار زیادی آزادی داریم، به جز وقتی که مشکلی پیش می آید. در آن صورت ناگهان احساس می کنیم که هیچ چیز نداریم. بسیاری از داستان‌های ما در مورد حس گیر افتادن است. خب، احساس زندانی بودن می کنیم توسط خانواده، کارمان، روابطمان، گذشته‌هایمان. گاهی حتی خود را با داستان خودکمبینی افراطی زندانی می کنیم. می دانم که این داستانها را همه بلدید. داستان زندگی همه از من بهتر است. به مرحمت رسانه‌های اجتماعی. داستان من یک فریبکارم. داستان کسی دوستم ندارد. داستان زمانه هیچ وقت با من یار نبوده. داستان وقتی میگویم سلام سری و جواب نمیدهد یعنی از من متنفر است. من تو را میبینم، ببین من تنها نیستم. زنی که آن نامه را برای من نوشت، او نیز احساس میکرد گرفتار شده است. اگر در کنار شوهرش بماند، هرگز دیگر به او اعتماد نخواهد کرد، اما اگر او را ترک کند، فرزندانش رنج خواهند برد. حالا کاریکاتوری وجود دارد که فکر میکنم نمونه عالی است از آنچه واقعاً در این داستانها اتفاق میافتد. زندانی را نشان میدهد که میله ها را تکان میدهد، ناامیدانه تلاش میکند که بیرون رود. اما طرف راست و چپ وی باز است. میله ای نیست. زندانی در زندان نیست. او نماد اکثریت ماست. حس میکنیم کاملاً به دام افتاده ایم. اسیر سلولهای زندانی عاطفی خود هستیم. اما گامی اطراف میله ها برای آزادی بر نمی داریم، چون می دانیم که سخت و پیچیده است. آزادی با مسئولیت همراه است و اگر ما مسئولیت نقش خودمان را در داستان بپذیریم، احتمالاً لازم است که تغییر کنیم. و این موضوع مشترک دیگری است که من در داستانها می بینم. تغییر. و آنها به صورت زیر طرح می شوند. فردی می گوید می خواهم تغییر کنم. اما منظور واقعی وی این است که می خواهم شخصیت دیگر داستان تغییر کند. منطقی و معقول نیست. خب چرا ما نمی خواهیم شخصیت اصلی را که قهرمان داستان هم هست تغییر کند؟ خب شاید به این علت است که تغییر حتی اگر واقعاً مثبت هم باشد شامل از دست دادن خیلی چیزهاست. از دست دادن چیزهای آشنا، حتی اگر این چیزهای آشنا ناخوشایند یا به شدت آزاردهنده هم باشد. حداقل با شخصیت‌ها، طرح و فضای داستان آشنا خواهیم شد. در حد گفتگو در این داستان. تو هرگز لباس نمی‌شویی. آخرین بار من شستم. اوه راستی؟ کی؟ چیزی به نحو عجیبی به ما آرامش می‌دهد از اینکه دقیقاً می‌دانیم داستان چگونه پیش می‌رود در هر لحظه. نوشتن یک فصل جدید ریسک ورود به دنیای ناشناخته است. خیره شدن به یک صفحه خالی و سفید. و حال هر نویسنده‌ای به شما خواهد گفت چیزی ترسناکتر از یک صفحه خالی وجود ندارد. اما نکته‌ای وجود دارد. وقتی داستان خود را ویرایش می‌کنیم، نوشتن فصل بعدی به مراتب آسان‌تر می‌شود. در فرهنگ ما برای اینکه خودمان را بشناسیم زیاد صحبت شده است. اما بخشی از خودشناسی این است که چیزهایی را در مورد خودمان فراموش کنیم. برای رها شدن از نسخه داستانی که برای خودتان تعریف می‌کرده اید، برای اینکه بتوانید زندگی کنید و نه بر اساس آن داستانی که در مورد زندگیتان همواره تعریف می‌کردید، و به این نحو ما میله‌های زندان را دور می‌زنیم. حالا می‌خواهم برگردم به نامه‌ای که آن خانم در مورد مسائلش نوشته بود. او از من پرسیده بود چه باید بکند. اکنون من این واژه را در دفترم ضبط کردم.
اولتراکرپیداریانیسم، عادت اظهار نظر و توصیه خارج از حیطه دانش و تجربه گوینده. کلمه پرمعنایی است، درست؟ از آن میتوان در مورد خیلی موارد استفاده کرد. مطمئنم پس از این نشست تد از آن استفاده خواهید کرد. من استفاده میکنم چون یادآوری میکند که به عنوان درمانگر میتوانم به مردم در تنظیم برنامه‌هایشان کمک کنم، اما نمیتوانم برای آنها در زندگی تصمیم بگیرم. داستان خودتان را فقط خودتان میتوانید بنویسید و تنها چیزی که لازم دارید ابزار لازم است. کاری که میخواهم انجام دهم ویرایش داستان این خانم است با هم. در همین جا برای نشان دادن اینکه چطور در داستانهای خود تجدید نظر کنیم. برای شروع از شما میخواهم که در مورد داستانی که همین الان دارید به خودتان میگویید فکر کنید که ممکن است مربوط به شما هم نباشد. میتواند در مورد وضعیت شما در حال حاضر باشد. ممکن است مربوط به فردی در زندگی شما باشد. حتی ممکن است مربوط به خودتان باشد. و از شما میخواهم که به شخصیت‌های پشتیبان نگاهی بیاندازید. چه کسانی به شما کمک میکنند تا از نسخه غلط این داستان حمایت کنید؟ به عنوان مثال، اگر خانمی که این نامه را برای من نوشت به دوستانش میگفت که چه رخ داده، احتمالاً با او رفتاری که دلسوزی احمقانه نام دارد میکردند. حال با در نظر گرفتن دلسوزی احمقانه ادامه میدهیم. میگوییم حق با توست، واقعاً بی‌انصافی است. وقتی یک دوست به ما میگوید که ترفیع مورد نظرش را گرفته، علی‌رغم اینکه میدانیم این مطلب قبلا هم بارها اتفاق افتاده، زیرا واقعا او تلاشی نمی کند و احتمالاً از لوازم اداره هم دزدی می کند، خنده حضار. می گوییم آره تو حق داری، او یک احمق است. وقتی دوستی به ما می گوید که دوست پسرش با او به هم زده، اگرچه حتی می دانیم که قطعاً او از روش‌هایی در رابطهشان استفاده می کند، مانند ارسال مداوم پیامک یا کنجکاوی در مورد امور شخصی که نهایتاً به این نتیجه منجر می شود، مشکل را می بینیم. مثل این است که اگر با هر باری که تو می روی دعوایی شروع می شود، شاید به خاطر تو باشد. خنده حضار. برای اینکه ویراستار خوبی باشیم، بایستی همدردی عاقلانه‌ای نشان دهیم. نه فقط به دوستان، بلکه حتی به خودمان. این موسوم است به، فکر میکنم جمله اصلی آن احتمالاً این باشد: تحویل بمب‌های واقعیت از روی دلسوزی. و این بمب‌های واقعیت دلسوزانه است، چون کمک میکند تا متوجه شویم چه بخشی از داستان را ندیده ایم. حقیقت این است که ما نمیدانیم همسر این خانم با فرد دیگری ارتباط دارد یا چرا رابطه جنسی آنها از 2 سال پیش تغییر کرده، یا واقعاً این تماس‌های تلفنی دیر هنگام شب درباره چیست، و حتی احتمال دارد به خاطر گذشته وی باشد. وی در حال نوشتن یک داستان منحصر به فرد در مورد خیانت است، اما احتمالاً چیز دیگری هم وجود دارد که او علاقه ندارد در نامه‌اش به من به آن اشاره کند، یا حتی خود او هم توجه نکرده است. شبیه داستان فردی که در حال دادن آزمون رورشاک است. شما می دانید آزمون رورشاک چیست؟ یک روانشناس چند لکه جوهر مثل این به شما نشان می دهد و می پرسد چه می بینی؟ آنگاه آن فرد به لکه جوهر نگاه می کند و می گوید خب من قطعاً خون نمی بینم، و آزمونگر می گوید خب به من بگو دیگر چه چیزی را قطعاً نمی بینی؟ در نوشتن به آن نقطه نظر می گویند. چه چیزی راوی داستان مایل به دیدن آن نیست؟ حالا می خواهم نامه دیگری را برای شما بخوانم. این نامه می نویسد: درمانگر عزیز، در رابطه با همسرم احتیاج به کمک دارم. اخیراً هر کاری می کنم خشمگین می شود، حتی در موارد جزئی.
مثل صدایی که وقت جویدن ایجاد می شود در صبحانه. متوجه شدم که او سعی می کند مخفیانه شیر اضافی در گرانولای من بریزد. در نتیجه ترد نمی ماند. خنده حضار. احساس می کنم پس از فوت پدرم 2 سال پیش نسبت به من بهانه‌گیر شده. رابطه ما خیلی خوب بود و او وقتی جوان بود پدرش فوت کرد. این بود که نتوانست من را در آن دوره سخت درک کند. پدر یکی از دوستان همکار من چند ماه پیش درگذشت و او حال و اندوه مرا درک می کند. آرزو داشتم می توانستم با همسرم مثل دوستم صحبت کنم، اما احساس می کنم که وی حالا من را به سختی تحمل می کند. چگونه می توانم همسرم را به زندگی برگردانم؟ بسیار خوب. لذا برداشتی که احتمالاً شما دارید این است که این هم شبیه همان داستانی است که قبلاً برای شما خواندم، فقط از دید راوی دیگری بیان شده است. داستان آن زن در مورد شوهری است که خیانت می کند. داستان آن مرد در مورد همسری است که نمی تواند غم و اندوه او را درک کند. اما آنچه قابل توجه است این است که علی‌رغم همه تفاوت‌های دو روایت، موضوع هر دو داستان درباره شوق بازگشت به رابطه خوب است. و اگر بتوانیم از روایت شخص اول خارج شویم و داستان را از نگاه فرد دوم بنویسیم، ناگهان احساس همدردی بیشتری نسبت به فرد دوم پیدا می کنیم و طرح داستان روشن می شود. این سخت‌ترین مرحله در فرایند ویرایش می باشد و البته جایی است که تغییر آغاز می شود. چه اتفاقی خواهد افتاد اگر شما به داستان خودتان نگاه کنید و سپس آن را از دیدگاه شخص دیگر بنویسید؟ حالا از این دید وسیع‌تر چه می بینید؟ اینکه وقتی افرادی را می بینم که افسرده هستند، گاهی می گویم در این لحظه در شرایط مطلوبی برای صحبت کردن در مورد خودت نیستی، زیرا افسردگی داستانهای ما را با روشی ویژه تحریف می کند. دید ما را محدود می کند. این موضوع هنگامی که احساس تنهایی، رنجش یا طرد شدن می کنیم نیز صادق است. ما انواع داستانها را تولید می کنیم که با لنزی محدود آنها را تحریف می کنیم، در حالی که خود ما هم از داشتن آن آگاه نیستیم. و بعد ما به طور چشمگیر به پخش کننده اخبار غیر واقعی در مورد خودمان تبدیل می شویم. در اینجا بایستی اعترافی کنم. من در مورد نامه‌ای که برای شما خواندم، روایت را از زبان شوهر نوشتم. نمی توانید تصور کنید چقدر وقت صرف بحث میان گرانولا و چیپس پیتا کردم. به هر حال، من آن را بر اساس همه روایات دیگری نوشتم که در طول سالها دیدم. نه فقط در کار درمان بیماران، بلکه در ستونی که دارم. گاهی پیش می آید 2 نفر که دارای مشکل مشابهی هستند بدون شناخت یکدیگر برای من نامه نوشتند و من 2 نمونه از داستان را در صندوق ایمیلم دارم. واقعاً پیش آمده است. من نمیدانم نسخه دیگر نامه این خانم چیست، اما این را میدانم که او باید آن را بنویسد، چون با یک ویرایش شجاعانه او یک نسخه به مراتب ظریف‌تری از نامه‌ای که برایم نوشته بود خواهد نوشت. حتی اگر شوهرش با کسی رابطه‌ای داشته باشد که امکان آن هست، این زن هنوز نیازی به دانستن جزئیات داستان ندارد، چون فقط به خاطر مزایا و ویژگی‌های انجام یک ویرایش وی امکانات بیشتری در مورد جزئیات داستان خواهد داشت. حال گاهی پیش می آید که من کسانی را می بینم که واقعاً گیر افتادند و آنها واقعاً روی مسئله خود وقت و انرژی گذاشتند. ما آنها را بیچارگان ناراضی که حاضر به پذیرش کمک نیستند می نامیم. مطمئناً افراد این نوعی را می شناسید. آنها افرادی هستند که وقتی می خواهید پیشنهادی به آنها ارائه دهید، آن را رد می کنند با
بله، نه، این هرگز کار نخواهد کرد چون بله، نه، این غیر ممکن است، زیرا نمیتوانم این کار را انجام دهم. بله، میخواهم دوستان بیشتری داشته باشم، اما مردم بسیار غیر قابل تحملند. خنده حضار. چیزی که آنها واقعا نمیپذیرند ویرایشی بر داستان تیره‌بختی و بنبست زندگی آنهاست و لذا با این افراد من معمولاً رویکرد و برخورد متفاوتی دارم و کاری که میکنم این است که چیزی دیگر میگویم. به آنها میگویم همه ما خواهیم مرد. مطمئنم از اینکه من درمانگر شما نیستم خوشحالید. زیرا آنها به من نگاه میکنند مثل همین نگاه کنونی شما به من، با این نگاه سرشار از حیرت کامل. اما بعد توضیح میدهم که داستانی وجود دارد که بالاخره درباره هر یک از ما نوشته می شود. به آن آگهی فوت می گویند. و می گویم به جای اینکه خودمان داستان قصه و گرفتاری های خودمان را بنویسیم، تا وقتی که زنده هستیم این داستان ها را شکل دهیم. ما باید قهرمان داستان های خود باشیم، نه قربانیان آن. ما باید انتخاب کنیم که چه چیز در آن صفحه ذهن ما زندگی می کند و واقعیت های ما را شکل می دهد. به آنها می گویم که زندگی یعنی تصمیم در مورد اینکه چه داستان های قابل شنیدن است و کدام یک نیازمند ویرایش است و اینکه کدام ارزش آن را دارد که برای تجدید نظر آن تلاش کرد. چون درباره کیفیت زندگی ما چیزی با ارزشتر از داستان‌هایی نیستند که آنها را برای خودمان تعریف می‌کنیم. می‌گویم که وقتی مسئله مربوط به داستان‌های زندگی ما باشد، باید با هدف دریافت جایزه پولیتزر برای شخص خودمان آنها را بنویسیم. حالا اکثر ما بیچارگان شاکی نیستیم که حاضر به پذیرش کمک نباشیم، یا حداقل فکر نمی‌کنیم که باشیم. اما این نقشی است که به آسانی میتوان درگیر آن شد وقتی احساس میکنیم مضطرب، عصبانی یا صدمه پذیریم. بنابراین دفعه دیگر که در حال مبارزه با چیزی هستید به خاطر داشته باشید همه ما خواهیم مرد. خنده حضار. و آنگاه ابزارهای ویرایش خود را بیرون آورید و از خود بپرسید میخواهم داستان من چی باشد و بعد شاهکار خود را بنویسید. سپاسگزارم.